آنجا چی گفت؟ سوار لعنتی حاضر من تو را. پدر چی شد؟ پدر خیز تو را زدن؟ به من حمله کرد. این چی گپ پسرم؟ تو را لات کردن؟ خیریت آمدی پدر، خیریت در وقتش آمدی. بکار تو را چی گپ زدن؟ برای چی زدن؟ مگر تو پسری من نیستی؟ میستی کنده نگاه کرده ششتی. خیز گفتم. یک کودک را زدن نتوانستی. تو چگونه مرد هستی؟ تو چگونه مرد هستی؟ گپ زن. از جای برخیز. برخیز گفتم. تو خر بر این زدم نه؟ او پسری هرقل بوده؟ نه، شاید پسری صبحان باشد. پسری قلیج دهن را در زیرش گرفته زد. شرم نمیداری؟ هم مرا شرمنده کردی. برخیز نابکار. اینجا بیا. نزنید پدر جان، نزنید. مرا پدر نگو. من به مانندی تو پسری در سانچک ندارم. راه کرد. زود باش. تلفنات رو گیر، زودتر جواب ده. پسرم این چه احوال؟ این چه احوال نابکار؟ آن بچه را میزنی. تو پسر کیستی؟ تو پسر کیستی؟ نامی من چیست؟ کلیج دهن. تو باشی سوش دهن ها؟ یعنی پسری من نباید به مانندی بیچاره ها زندگی کنی. به خود بیا. آن بچه را باید بکشی. الو. بدان گرفتار شدیم کماندان. میخواهند که آدمان ما را بکشند. زفر در کجایی؟ زفر در کجایی؟ نمیدانم. آمده ایستادم. زفر از ماشین فرا. چی شد پدر؟ فرا، کارت نباشد. پیاده به خانه رو. زودتر. این کودک مرا دیوانه میکنه. من به آشانه بالا نمیروم. در همین جا میستم. ایاز، خواهرت را پیدا میکنم. با تو وعده میدیم که خواهرت را پیدا میکنم. من بعد تو فرزند همین خاندانی. همه ما را تعقیب میکنند و میخواهند بکشند. ولی چرا شما به ما کمک میکنید؟ برای خودم من بدبدی را نمیخواهم، لیکن برایم یک فرصت ده. روزی شب تا که به تو یاری دهم. اینچنین تو هم به من یاری میدهی. برای بخشیدنت به من یاری ده ایاز. التماس. اوف، سخت درد میکند. کنی بینم؟ روزی اول همین طور است، بعداً دردش میگذرد. ببین از آنی مرا نیز بریدن. حالا باشد درد ندارد. از آنی تو هم سخت درد کرد. البته گلیم بافتن آسان نیست. دخترهای کلان هم انگشتشان رو میبرند. من نمیخواهم که باری دیگر آنجا روم. زودتر. الو دکتر. خدایا شکر. سلامت باش. سحر من با تو زنگ میزنم.
یافتم. کریم جان گرده‌ات رو یافتم. نمیمیری پسرم، زنده میمونی. سلاح ها را در اینجا و در آنجا کنید. فهمیدید؟ فهمیدیم. ها؟ اگر یگان خطا کنید شما شکل یگان حرکتی ناجور نکنید که میپرانم. با آدمانم چی کار کردی؟ احمقی نکن کلیچ. آنها از سنجش گذاشته ایستادند. چه خیل سنجش؟ فکر میکنی نمیدونم آنها را کشتنی؟ با آنها چی کار کردی؟ زفرداد کجاست؟ اگر تو باشی چی کار میکردی؟ اگر توانی جایشان را پیدا کن. اگر با جای تو من میبودم همین طور میکردم. آفرین چکلک، با من مصلحتی خوب دادی. اگر تو می بودی همین خیل میکردی. انا همین طور است. زودتر باشد کار کنید. وطن میلاد از شما خدمت انتظار است. چی این دیوانه است؟ نه، اگر دیوانه میشد با ما فایده آور میشد. این کلیج دهن در سرش هزارها فکری روباهانه دارد. زفر را از آنجا دور کنید. من از دیان کودک ببرید. یک نفر کلیج را تعقیب کنید تا که بدام گرفتار نشویم. خوب شدش جناب. این باز از کجا پیدا شد؟ چوکلک. بسیار خوب، او را آنجا برده ببندید. کرتهش را از سرش برارید. من 1 سال رخصتی مهنتی میگیرم. اینش را ببین. من در اینجا چقدر راهبران گروه را به گپ در آوردم. راهبران مافیا را تولد کنانیدم. حتی بریشداران لباس زنانه پوشانیده در اینجا رقص کنانیدم. اما این چی سر داشت است که نمیگوید؟ نمیگوید خرچه. سراغ معین است؟ بله. ده خیر. شد. سرده. چه خیل؟ بازی چه خوب پسندت آمد؟ ها؟ کرسی معقول شد؟ کمی بازی کنیم ها؟ کمی. شروع میکنیم. آیدی شما شرح کردیم. میبینیم که کدامی از شما پرتقال هستید. اگر ما رو مغلوب کنید نابود خواهم کرد. وای اتمچی وای، یعنی نجمی شده ای. ای خدا، با آن کودکی اوریده. زود گرده پیدا کنند. آن کودک نمیرد. ای
خدا دستانم رو میدونی بسیار درد میکند. خدایا سخت درد میکند. انا همین طرف جنابی باران. کلاشنیکوف رو پرتافته به کاری فایده آورد است. کاری خوب داری. السلام علیکم. با علیکم بر سلام آقای نجمی. حسم چی نمیروی؟ بله زمستان نزدیک آمده است. زود دشواری لازم می شود. ها راست گفتید. همه جا را خنکی فرا گرفته است. خیر خدا یارت باد. تشکر. ای دیوانه، تو بر این شخصی کاردوس رو ندیده بودم. کمی آرامی رو رعایت نکردی. این کارو نکنه. باز از بگویم. باز. زفر صبر کن. زفر توقت کن. این نشپوسیده بر اومد. جناب قلیچ آدمی تا باور میانه نیافته است. ایستید جناب هلدون ایستید. بیلگین چی گپ؟ تو دیوانه شده ای؟ این شعات را مصادره کردن جناب. آن طرف نروید. چی؟ کی این کار را کرد؟ قرض داریم در همه جا شما را جستجو دارن. نروید. تو گدایی فهمیدی؟ تو کسافتی. از آمدن در این خانه نه آرامی هست و نه برکت. تو چگونه بچه دهار بوده یا؟ چرا به او داد میزنید؟ ایاز به شما چیکار کرد؟ او را در این خانه دیدن نمیخواهم. اینجا خانه من است. خانه شما نه، خانه پدرم است. من همسری او هستم. خواهی هم نخواهی هم همین طور است. فهمیدی؟ مادر آدمان آمدند. بیایید چی میخواهید؟ سلام، ما از دستگاه اجراییه. آید خانه قراری مصادره کردن داده شده است. چی؟ یک طرف کیستی ما که درایم از هم یک طرف بیستا ما درایم برای چی نمیبونی که درایم یک طرف بیستا ایستا من می درایم. همه رسوا شد. جناب هلدون چیکار میکنین؟ این آینه نیلگون را نیز بنویس.
ایسته، شما چی کار میکنید؟ اون از اونی من است. این نشاخو دیگر از شما نیستم پسرم. بیهوده کوشش نکن. مادر جان التماس. اوف، این چه مصیبت است. سببگار این همه تو هستی. بدبختی کثافت. از خانم برو، دف شو. ایاز با کجا میروی؟ قادری حیوان، تو را میکشم. همراهی پرنده هایت میکشم. جناب، میگویم که به جناب خلیج خبر دهید، شاید یاری دهد. چی خلیج؟ چی ها میگویی؟ سببگار همه این مصیبت او میباشد. خدا مرا جزا داده ایستادد. سببی جزای من این کارهای بدی او. فهمیدی؟ جناب جناب هلدون، برای کار میخوام هلدون، برای کار. از ماشین فرا هیکن دوام ده. قادر حیوان، ایستا. قادر ایستا میگویم، ایستا. ایاز یک روی نکن. ایست. رو از پیشم. چرا به من دود میزنی؟ من به تو چیکار کردم؟ رو گفتم رو. من خواهرم رو میجویم. تو رو با خود بردن نمیتوانم. نمیفهمی؟ رو. مایلش رو. دیگر بر نگرد. من به تو چیکار کردم؟ دیوانه. چیکار کردم؟ نمیشود. مسخره نکنید. با دقت کار کنید. الو دکتر، نتیجه تشخیص دونر چی شد؟ حالا ناآمده است. اگر دسترس شود حتما به شما زنگ میزنم. نه، من اینجا ایستاده نمیتوانم. با اونجا میروم. خودت رو کشی هم بر نمیگردم. من باید چاره خود رو ببینم. اکا و خواهرم رو باید پیدا کنم. اکا، اگر اکام فرهاد نیز زنده باشد او را باید یابم. اکا جان التماس نمیر. اقلا تو زنده باش. خدایا به من یاری ده. ای خدا، غیر تو کسی ندارم که التجا کنم. باید اکا و خواهرم را یابم. آهی پدر و مادرم را قبول کن. ظالمان را به خاک یکسان کن. التماس. زفر توقت کن. گپ نزن. این کارو نکن. گم میزنم. نکن. گم میزنم. تمام. حیوان نقل میکنی؟ کارهای کرده قلیچ را یک یک نقل میکنی؟
نقل میکنم گپ میزنم همهاش را نقل میکنم. زفر نترس 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 گپ میزنم. باران یعنی در اینجا پنهان شده ای؟ با تشبوسی چکلک اینجا هزومچین شده ای؟ دنیا چقدر خورده است دیدی؟ باز وا خوردی. خیلیش لیتنان تو قفا مانده ای. باید پالکونیک کلیچ گویی. کنی بینیم به مانندی هر وقت ماهیر هستی یا نه؟ کنی بیا دوام میدیم. موش و گربه بازی میکنیم. دیدی مثل پیشتره نیستی. پیر شده ای. موش و گربه بازی هم کردن نمیتوانی. فکر کردی از من گریخته میتوانی؟ ها؟ Раз в Америке? Да. Починить пора. Что-нибудь из еды? Нет, нет. Животные? Нет, нет. Добро пожаловать в Нью-Йорк. در کینوتئاتری نوروز. من هم کار دارم. اگر لازم شود تپانچه پدرم رو هم میگیرم. اوه بسیار عجیب کو. برای چه؟ یا کودک رو میکشیم؟ اگر لازم باید میکشیم. در اینجا کسی به ما دست نمیبردارد. فهمیدید؟ اول پیدا میکنیم بعد چی کار کردن رو فکر میکنیم. فهمیدید بچه ها؟ من فهمانده توانستم. فهمو. بسیار خوب. رفتیم. راهگرد جناب باران. حالا با تو کاری بسیار داریم. زود باش. برخیز راهگرد. زود باش آدمی چیپلک ها؟ جایت در بغاچ است. راستیست. اکنون گپ زن. تو با پیش نگاه کن حیوان. حجتی سال 2015 از گنرال آرتور گرفته امان در دست ما نیست. دولت گرفت. در جای در کاری می باشد. برادر این را میدانیم. چیزهایی که نمیدانیم آن را نقل کن. چی؟
مثلا برای چی میخواهید به جیتم وارد شوید؟ هدف کلیت چیست؟ چی ایستاده ای؟ گپ زن! کلیچ میخواهد که باید شود. همین است؟ همه دردش همین است؟ همین پول و کرسی همه‌اش همین است. پول؟ احمق گریه نمی کنم. برای هیچ کس گریه نمی کنم. برای هیچ کس. تا انتقامم را نگیرم تماما گریه نمی کنم. اطراف را از نظر گذارانید. کسی اون بچه را بیند به من خبر دهد. اگر به دستم افتی گوشت را بریده به پدرم نبرم نامم سوش نباشد. اینجا بیا جنابی با. به خانه خلوت آمده. این جای پسندت می آید. بیا. چوکلک ای مرا میشنوی چوکلک؟ روباهی مکار. من در اینجا چی میگویی؟ در حجرت هستی چوکلک؟ در حجره‌ام چی میگویی؟ بسیار چوکلک نگو حیوان. خب این طور باشد آنجایی است. این باز چی کارها کردنی؟ نابکار کلیچ، تو با من بازی میکنی؟ گپ زن. الو، من باران. باران؟ من با تو زن نزم نگفتم. باران مرد. اتگر نیست. تو نیجمی و من نیجمی گفتن شخص رو نمیشناختم. باران زنده شد. چوکلک من او را زنده کردم. کلیچ. کلیچ، البته کلیچ. تو چی فکر کردی؟ با جناب باران گذشته را نظر کردیم. تو را به یاد آوردیم. Yüzbaşı Şeref Çoban emrine görüşünüz hazırdır komutanım. Merhaba asker. Sağ ol. Başsınız. Sağ ol. ساعت 2 جناب پالکونیک از راهی گفتم میگذرد. همه آماده است؟ آماده ایم قماندان. آدمانت را تیار کردی؟ تیار کردم قماندان. کی میپراند؟ باران. بارانی اتمجه. مناقشه بر آمدنش را میداند؟ میداند قماندان. این شخص را پیش از این هم استفاده برده بودیم. مشکلی نمی شود. اگر شود تو میسوزی. جناب پالکونیک باید با یک تیر هلاک شود. زخمی لازم نیست. خطرناک است. از حد زیاد. با کسی رحم نمی کند. کار همه را ویران خواهد کرد. حجت نو تیار کرده ایستاده است. مناسبتی قاچاقبران را با افسرها فاش می کرده است. کارش دائما همین است. کاری مرا نیز ویران کرد. وقتی که من همش را حل کردم با برابری نویستن یک حجت با گرفتن رتبه مانع شد. حالا باشد او گنرال لیتینان می شود. گنرال می شود.
من باشم با یک عذاب و مشقت پالکونیک میشوم و همین طور نفقه خور میشوم. نه این طور نخواهد شد. با این راه نمیجام. Hoşçakal asker. Sağ ol. Siz de sağ olun. برای کار میخواهم. برای کار غمگین نشم. برایت مراسم دفن را با تنتنه میگذرانم. Atmaca Kartal, Atmaca Kartal, آماده باش. کارتال آتمجه کارتال گوش میکند. زنی سرخپوش برآمد. فهمیدم. تمام. در این راه قبر شهیدان بودن؟ بله قماندان. آنجا ایستید. فاتحه میخوانیم. خوب شد است قماندان. مرکز 3 ستاره آماده اید؟ 3 ستاره تیار است. 10 کیلومتر بی خطر است. فهمو؟ قبر شهیدان چی وضعیت دارد؟ بی خطر است. فهمیدید؟ سلامت باش. باور کرده. اگر آدمات خطا نکند این عملیات مثبت است. صبری جمیل خواه. سلامت باشید. تشکر. خداوند بیامرزد. سلامت باش قماندان. سلامت باش قماندان. خوب هستید؟ خوبه. تشکر. صبری جمیل با شما. زبانت را فرو بردی. چی میخواهی؟ ایواز. بر ایوازی آدمانم باران کاری پاک است. قبول. پس از 1 ساعت در نزد مزار رو میخوریم. نیرنگ نیست؟ نیست. چوکلک. چوکلک. در آنجا است. شما 2 نفر از این طرف روید. تو با من بیا. او را دستگیر نمایید. ایستا. نگریز. حالا با دستم میافت.
صوفته به حجت خانه می روم. زود رفته بیا. وقت را بهوده نگذارم. تشخیص مثبت است. دونر گلبیاز یلدیز موافق است. اما یک معما هست. دلی دختر سست است. احتمال مردن را دارد. چی؟ ای خدا. خیر پسری خانم ایدن صحت می شده است. آنها می خواهند گرده گلبیاز را گیرند. زودتر دستگیر نمایید. آفرین چوکلک. تنها آمده یا؟ آخیر نیرنگ نیست گفته بودی. و تو؟ حیوان همه وجودت نیرنگ است. ماشین را از نظر گذرانید. در اینجا نیست. در بگاش هم نیست. آن شخص در کجاست؟ باران در کجاست؟ بیگو وگرنه این سری خالیت را پاره میکنم. خالی گفتی؟ در این سر عقلی هست که برای دیوانه کردن تو کفایه است چوکلک. فکر کردی که من احمقم؟ در اصل آدمانی من در کجایم؟ فکر کردی که من این طرف کردن را نمیدونستم؟ فهما من دا تو سراغه را میگویم. تو باشی به من باران را میدی. بگیر. آدمانت نمرده رفته میرسیده باشی. ایست. اگر باران نباشد میکشم. باران در کجاست؟ بگیر چوکلک. ماشین در کجاست؟ تماشا کن. چوکلک در اینجا. ماشین را از نظر گذرانید. بغاژش را کشایید. احتیاط شوید موادی ترکنده نداشته باشد. در همین جاست قماندان. چوکلک
چوکلکی خام. سگ‌ها خدا شما رو میزند. زودتر باش، زودتر باش. بیدار. دیدی؟ به آخری راه آمدی. شما کیه؟ من روزنامه نگار. کارگردان اعظمی رازق. فیلمی عزیز سیمورودوف. پدر، من از شما یک التماس دارم. رفیقم ایرج بیمار شده است. فداکاری برای دوست. و جراحی دوستم یاری میدهی؟ تو دیوانه شده ای؟ من پول جراحی رفیقت را دهم؟ مهر با ورزش. اصول مغربی بی. صد بچه هایش رو جمع کرده است. من خودی حاضر رفتم و چشمانشان حیات شیرینشان را نشان میدیم. تلاش برای حقیقت. پسرم که در مخشم وگرنه پسرم را از دست میدادم. در دوام مسابقه من در این مسابقه تنها برای رفیقم اشتراکم. با این باور کردن ناممکن است. مقابلت با رقیبان. ورزش به تو یکان فایده ای نمیده. تو خیالت به ورزش شده، درس‌هایت را فراموش کن. اما او با مقصدش رسید. مایداش بازنون دخلی نکنید. با نزدیکی از تمامی نقطه‌های فیتافروشی دسترس نمایید. دوستی حقیقی. Для меня война — дело личное. Все, кого я любила, теперь мертвы. Вот и настал этот день. Грядет новая война. Великаны снова оживились. У них новый лидер — Мариус. Мы не должны останавливаться, пока не уничтожим их логово. Вам нужна Селина. Ей нельзя доверять. Скажите Мариусу, я еще веду эту войну. در کینوتئاتری نوروز. من هیچگاه این کار را به خود روا نمی‌بینم. من باید خطای خود را اصلاح کنم. گوش کن ای دختر، این نامخولی را نکن. این کارت بسیار بی‌عقلانه است. از این کار را دست کش. گوش کن، تو یک دختری زیبا و با عقل هستی. البته این کار را نمی‌کنی، یعنی طبعی؟ خواهش میکنم از اینجا رفت. کوشش نجاتم را نکن، چون که همه کوشش هایت برای من بیهوده است. عشقم از دست دادم، میفهمی؟ هنگام ناموفق شدن در زندگی هیچگاه به بلندی نزدیک مشو، چون که تو به شیطان نزدیک او تو را مجبور می‌سازد که خودت را هلاک سازی. بندگانی که خودکشی میکنند خدای بزرگ آنها را هیچگاه نمیبخشد. با من یک امکانیت دیگر بده، من البته تو را خوشبخت میکنم. برای همین من تصمیم گرفتم که با تو خانه‌دار شم. تو به این چی میگویی؟ اون کسی که تکلیف خانه‌دار شوی را با من کرد، میدانی که مرا از دم مرگ نجات داد. میدانی چی؟ یک مکار است.
من مثل تو بر این پلیدها را بسیار دیدم. تو بر اینها حالا تو برای از حیات محروم ساختن خود حقدار نیست، اما پس از هلاک شدن البته پشیمان میشوی. فرشته، من تو را تا این درجه فکر نمی‌کردم. تو چقدر انسانی بد بودی، دوباره زندگی مرا ویران کردی. لعنت به تو. من چه یکم کاری خطا کردم؟ همه کارم کرده. من با تو چی کار کردم؟ و یاری تجلی خبر دهد زودتر. تو همون کسی بود که برای من قریب خود را از حیات محروم می‌ساختم مبارز. من فرشته، حیاتی نمسازم. فرشته چشمانت را بکشم فرشته. آمون نشد. تو مرا این دفعه نجات دادن من چی کار کرده ایستادم؟ من آدمان را با نصیحت از دمی مرگ رها میکنم و اینک خودم به این حال گرفتارم. و این برای چی پدرم نامی مرا مبارز مانده است؟ چون که من باید تا آخر مبارز باشم. حالا ایستا، من با تو چنان بازی میکنم که از تولد شدنت پشیمان شوی. روزهای نزدیک پیشکش شما میگردد.